چطورید؟ خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از چنل خودتون. امروز قرار با هم دیگه بریم یک کد DNS خیلی بال و خفن بهتون بگیم. این کد DNS واقعا محشره، خیلی راحت میتونید برای خودتون پینگ 30 تا 40 رو بگیرید، یا اگه اینترنتتون خوب باشه پایین تر هم میاد. خیلی واقعا DNSش خفنه، خودم از DNSش استفاده میکنم و واقعا ازش راضیم. گفتم برای شما هم به اشتراک بذارم تا شما ازش استفاده کنید و عشق کنید. اگه هر سوال یا هر مشکلی داشتید حتما داخل کامنت ها بگید. بریم که هم دیگه ویدیو رو شروع کنیم. Let's go. خب بچه‌ها، اگه برنامه DNS چنجر رو ندارید از داخل فروشگاه پلی برای خودتون دانلود کنید، که دیگه این خیلی چیز عادیه و میدونم که 99% این برنامه رو دارید. پس با هم دیگه وارد برنامه میشیم. وقتی که وارد برنامه شدیم توی قسمت اول کد خودمون رو پاک میکنیم و کدی که من بهتون میگم رو مینویسید. با هم دیگه مینویسیم 57.42 و 100. این از کد اولی بود که قرار بالا بنویسیدش، توی قسمت بالا همین رو بنویسید مثل من، و توی قسمت پایینی هم الان بهتون میگم که چی باید بنویسید. توی قسمت پایینی هم این رو بنویسید 78.87 78.87. همین رو بنویسید و دقت کنید که من کجا پوینت گذاشتم و دقیقا همونجا نقطه یا همون پوینت رو بذارید تا براتون کاملا درست و اوکی کار بکنه. وقتی که توی قسمت اول این کد رو نوشتید و توی قسمت پایین هم کد رو نوشتید، روی استارت با هم دیگه میزنیم و الان فقط و فقط کافیه که شما برید داخل پابجی موبایل که چه پینگ خفنی داره بهتون میده. واقعا پینگش خیلی خفنه بچه، راحت میتونید پینگ 30 تا 40 رو بگیرید، خیلی راحت. سوال یا مشکلی اگه داشتید حتما داخل کامنت ها بهم بگید. لایک، کامنت، سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.